آدم نباید سرش رو دکون ملت بکنه. کسشرترین حرفی بود که زدم، احساساتی شدم، جوگیر شدم، ناراحت شدم، داداشم چه حرفی زدم. پوزش میطلبم دستمزد تمام بانوان ایران. تمام. من ویدیوی عذرخواهی آقای آیسان اسلامی که گوشتارو بعد از مرگ سهراب بوده دیدم. از حق خودم گذشتم ولی از حق گریه‌های پدر مادرم اصلا نمی‌ذارم. حواشی جنجالی چند وقت اخیر که داره به جاهای باریکی کشیده میشه. آیا آیسان به خاطر ترس از دیپورت شدن عذرخواهی کرد؟ همونطور که تا الان همتون دیگه در جریان قرار گرفتید، سیمین پورمهر یه دختر ایرانی بلاگره که به دبی مهاجرت کرده، اما همیشه هیترای زیادی هم داشت. بعد از اینکه سیمین تا حدودی معروف شد و ویدیوهاش بازدیدهای زیادی گرفت، همون هیترها اومدن گفتن که خانوم شما زن موفق نیستی، شما فقط توی دبی میری با عربا میخوابی و پول در میاری. سیمین هم همیشه توی جواب اینا رو میگفته. جدیداً میبینم یه سری پسرا راجع به من و دختری مثل من که دبی زندگی میکنن اظهار نظر میکنن. همشون هم با اطمینان میگن که شما دارید اینجا بیزینس میکنید. یه جمله مشترک هم بین خودشون دارن، فقط دخترا میرن دبی، اونم میرن واسه کارهای. همشون معتقدن که ما پسرای زحمتکشی که داریم تو ایران از صبح تا شب کار میکنیم که نمیتونیم بریم. بعد از یه مدت دوباره یه ویدیو از سیمین وایرال میشه که هیترها منتظرش بودن که باهاش بتونن بیشتر بکوبوننش. ما دبی زندگی میکنیم، با پول یه شب تفریح یه هفته میریم سفر. ما دبی زندگی میکنیم، میایم سفر که پول سیو کنیم. ما دبی زندگی میکنیم، تابستونا میریم سفر. ما دبی زندگی میکنیم، تابستونا میایم روسیه. یکی از اونا هم آیسان اسلامیه که به شدت به سیمین میتازه و میگه تو با این کارا داری آبروی ما رو میبری، اونم پیش عربا. آقا دختر ناموس منی، هموطن منی، خواهر منی، آقا کثافت گوه سگ، مردشون رو قیافت ببرن. خجالم تو اکسپلور داشتم نگاه میکردم. ما دبی زندگی میکنیم، با پول یه شب تفریح شب میریم مسافرت. آقا توف تو صورتت گو. حداقل فارسی صحبت نکن، یه زبان دیگه صحبت بکن. مردشون رو قیافت رو بگیرن ببرن. پدر مادر برادر یه پسرمه یه پسر دایی نری کیسه تو رو بکنن بزنن تو کله تو. کثافت گو، آشغال گو، مردشون رو قیافت رو ببرن. بی‌ناموس گو، حال منو به هم زدی آشغال سگ. نمیدونم کی هستی منو فالو میکنی یا نه، بزنم پیج میج خار مادر پیج تو بزنن. کس چالی چهار تا اونجا. آقا من عرض کردم منو گاییدی برای بار هزارم. عرب ایران مثل قدیرن، پدر من مادر منن. برای چی میدیم اونجا عرب امارات عرب عربستانی میان اونجا، تو میدیم ما با شب تفریح تو چه گوی با تفریح شب میخوریم اونجا. کثافت دیوس بیا برو ایران، یه منشی بشو، برو اونجا یه نقاشی یاد بگیر، آرایشگری یاد بگیر، ناخن درست بکن، بو رنگ بکن، دفتر یه نفر برو سر کار. این حرفا چیه آخه؟ کثافت گوهایون. تو رو جان ناموستون، جان پدر من، روح مادر من، اگر با من رفاقت دارین هر جای این ویدیو رو دیدین ریپورت بلاک بکنین، پاک بکنین. آقایونی که تو پیجا گذاشتین این ویدیو رو پاک بکنین. چرا دست به دست میکنین این ویدیو رو؟ آبروی ما میره، غیرت ما میره، شرف ما میره، ناموس ما میره. آقا این دختر حالا میگیم بچه بود نفهمی کرد، نفهمی چی میگه. اگر پسرم این برادری مادرت یکی منو میبینین اگه نازی بچه رو بگیرین بیارین اینجا. پرچم غیرت بد نیستین ها. ما با پول ما دبی زندگی میکنیم، با چه گویی تو دبی تو یه شب میخوری خال کاسه که تو یه هفته میری مسافرت بری. من از اینجا تو آمریکا از 6 صبح میرم سر کار تا 8 شب. چجوری تو با پول یه روز میری مسافرت؟ چی میخوای ثابت بکنی؟ بی‌ناموسگری تو. مردشون رو قیافت رو ببرن. نفهمه گو خواهر من بودی که سرت میبریدم. کسا. بعد از این ویدیو تعداد هیترها و فوشایی که به سمت سیمین روونه میشه 100 برابر میشه و سیمین که خیلی از این ویدیو بازخوردش شوکه میشه اینجوری جواب میده. سلام بچه‌ها، دیشب آقای آیسان اسلامی استوری برای من گذاشته که من به شخصه با اینکه طرفدارشون بودم شوکه شدم. هنوز باورم نمیشه، حتی کامل ندیدم این استوری رو، انقدر حالم بد شد. و من اصلا کاری ندارم به این داستان که حالا آقا هر کسی میتونه آدم‌ها قضاوت کنه دیگه، هر کسی یه فکری داره. خدا قاضی اصلیه، خدا میدونه که واقعا خدا میتونه بین من و مثلا ایشون قضاوت کنه که کی داره درست میگه. خب ولی من شوکه شدم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یه نفری با یه پیج 10 میلیونی نرفته ویدیو رو کامل ببینه. من دارم مقایسه میکنم. آقا همه میدونن دبی شهر گرونیه. شما با پول، من توی ویدیو دارم میگم که با پول یه شب تفریح میتونی بری یه هفته سفر و قبل و بعدش کلی جملات دیگه هست که هیچ کس اینا رو نگاه نکرده و از هر یه نفرم اومده این تیکر جدا کرده و پخش کرده که این خانم داره تبلیغ تنفروشی میکنه. و ببین منو این مدت با این جمله واقعا میگم دیوانه کردن. انقدر برای من ویدیو درست کردن تا اینکه دیشب حالا
آیسان اسلامی واسه من استوری باشه، من اصلا باورم نمیشه چطوری انقدر میتونه خشونت داشته باشه به آدم. من مثلا چیکار کردم؟ من توی ویدیو دارم میگم آقا با پول شب تفریح میتونی هفته سفر، اینجا میری رستوران 3000 درهم هزینه میتونی بکنی که میشه $1000. من دقیقاً رفتم روسیه $1000 هزینه کردم که مثلا این برام خرج کردم و اینا. یه شب اینجا تفریح می‌کنی 3000 درهم $1000 با هم $1000 میتونی یه هفته. آقا این که دو به شهر گرونی یه چیز عادیه، همه میدونن اینو. چرا آخه اینجوری چرا همش منفی فکر می‌کنن؟ من نمی‌فهمم. من اصلا مگه من چه گناه کردم؟ شما بعد بیاین توی خونه منو ببینید، بعد با دوستای من صحبت کنید تا ببینید من چه جور آدمی هستم. من همیشه هم راجع به صحبت می‌کنم ولی واقعا این سریا نمی‌خوان، یعنی فقط دوست دارن انرژی منفی بدن، دوست دارن انگار خرابت کنن. داری اینجا نمیدونم تبلیغ فروشی می‌کنی، تو داری قاچاق دختر. واقعا نمی‌فهمم چرا بعد من این حرفو زدی. من کجای راهشو؟ من مدت اصلا هیچ ویدیویی دیگه راجع به دبی درست نکردم به خاطر همین بد و بیرایی که به من و خانواده‌ام میگه. بعد سبک محتوام دارم تغییر میدم ولی باز دوباره هر روز پا میشم ویدیوهای جدید. من اصلا این چیزی نیست که بخوام بگم ولی تا جایی که بتونم یه بخش از زحمتم کمک می‌کنم بهش میدم. اما تعداد زیادی از مردم و سلبریتی ها هم طرف سیمینو میگیرند و از آیسان انتقاد میکنند که تو داری قتل ناموسی و زنکشی رو تشویق میکنی، اونم توی کشوری که این موضوع خودش یه معضل و سالها زنا با این ترس ها زندگی کردند. خشونت علیه زنها روز نداره، رنگ نداره، اخبار نیست، تایتل توی روزنامه ها هم نیست. خشونت علیه زنها همینه که هر روز با چشم خودمون میبینیم یه آدم میتونه میلیون ها فالوور داشته باشه، یه آدم میتونه توی آزادترین کشور دنیا زندگی بکنه، پتانسیل این رو داشته باشه که به اسم ناموس، چون خودش رو مالک زن میدونه، این اختیار رو به خودش بده که سری زن رو ببره یا کیساشو بکشه. خشونت علیه زنها خیلی جدی تر از اون چیزیه که فکر میکنید. و از اون طرف هم سیمین آیسان رو تهدید میکنه که به خاطر این کارش ازش شکایت میکنه و وکیل گرفته. آیسان هم که این موضوع رو میشنوه طی چندین استوری از این موضوع عذرخواهی میکنه، اما اول عذرخواهیش اینجوریه که من کارم درسته اما اشتباه متوجه شده بودم. مرگ من این دختره که اینجا هست اذیت نکنه، بهش مسیج ندین حاجی، یارو از دست آخوندا ایران فرار کرد اومده داره دبی زندگی میکنه. اما بعدتر که حجم انتقادا رو میبینه رسما عذرخواهی میکنه. آقا سلام خدمت رفقا، سلام خدمت بانوان. اولا حاجی من الان اومدم تو نیچر از دیروز سالا، من به روح مادرم قسم به جان قدیر شما من 2 سال میشناسین دیگه، زیاد تو فاز کی بود و چی گفت نیستم. الان دارم فکر میکنم اصلا نمیدونم این چه کس شری بود گفتم، اصلا به شخص کاری ندارم. سر ببرین و بزنین و بگیرین و من داداش تمام ریلزای من پخش شده میگم آقا آدم نباید سرش رو دکون ملت بکنه. اصلا این حرفو زدم بعد یهو فکر کردم میدونی که من فلبدای صحبت میکنم جوگیر شدم، داغ شدم، هرسم گرفت. 1000 تا مادر داغدار حاجی سر ناموسی پدر زده، سر بچه رو بریده، خواهر زده، اون زده، ننه زده. حاجی بعد گفتم این مادر الان این فیلمو ببینه من چه کسی. آقا من خایه لاپام تخم لاپام ببخشید از تمام مردم عذرخواهی میکنم. کس شرترین حرفی بود که زدم، احساساتی شدم، جوگیر شدم، ناراحت شدم داداشم چه حرفی زدم. پوزش میطلبم دستمزد تمام بانوان ایران. تمام. و میگه عصبانی بود و از طرفداراش میخواد که دیگه موضوع رو ادامه ندن، اما دیگه فایده ای نداشت چون سیمین تهدیدایی که به اون میشد و اونو تهدید به قتل میکردن رو منتشر کرد و گفت دیگه عذرخواهی فایده ای نداره. سلام بچه‌ها، من ویدیوی عذرخواهی آقای آیسان اسلامی که مشتاق بعد از مرگ سهراب بوده دیدم. از حق خودم گذشتم ولی از حق گریه‌های پدر مادرم اصلا نمیذارم. سلام ماما، خوبی؟ من این موضوع که شنیدم اصلا گفتم من نگید که چی گفته و چه حرفی زده و اینا، ولی خیلی ناراحت بودم. ولی آدم بی‌ریشه‌ای بوده که اینطور حرف زده، هر چی گفته الان. و راستشو بخوام بهتون بگم نمیدونید که من این روزا این روزی گذشت چقدر احساس شکست کردم. و یه عکس منتشر میکنه که در حال اسباب کشیه چون میگه دیگه احساس امنیت نمیکنه و میترسه چون آدرس خونش پخش شده. حالا نظر شما چیه؟ به نظر شما حق با کیه؟